خوب، یکی از برادران نوشتن برای ما که سلام علیکم برادر محمد اقبال، روز 19 سپتامبر انتخابات پارلمانتی روسیه. اگر گپ زنیم که همه توجیکایی که شهروند روسیه هستند ماکسیم شفچنکو دا گلاسوات کنن چون که او موژیکای. خوب دیگه این اختیار به مردمی همون اختیار با مردمی خودی آواز دهنده است، ولی ماکسیم شفچنکو معلوم است از یعنی که صحبترانی هاش، از گپزنی هاش، از دستگیری هاش برای مردمی ما و مخاطر بله واقعا راست میگه، حقیقت میگه، تحلیل های خوب دارد، واقع بینانه، واقع نگارانه است. اگر آواز بوده و ماکسیم شفچنکو اونایی که شهروند روسیه هستین باور کنید انشاءالله که با منفعت یعنی که حقیقت کار میکنه، نه با منفعتی با چون او شهروند روسیه است و یعنی حقیقت که وقتی که بگم